شبی غم آخر ندارد صد علم میکشم غمی من شاعر ندارد باری غم میکشم صد علم میکشم صد علم میکشم باری غم میکشم دل من سیاه چون شب شبی من زیغم لبالم دل من سیاه چون شب شبی من زیغم لبالم تبت چشم سوزم کنم چه چاره یارم خب سلام علیکم دوستان عزیز. اینک طول یک ماه می شود که فقط با نظر داشته تلفات جانی چهره های سرشناس تاجیکستان یا نزدیکان ایشان برملا است که ما دچار یک خب نوبتی یک چیز نوبتی یعنی وضعیت اپیدمیولوژی کشور نگران کننده است. خود امروز انا خیلی که برنامه ما شروع شد با آواز مرحوم قربان علی رحمان. خود همین روز آوازخوان مشهور تاجیکستان قربان علی رحمان که گفته می شود یکی از آوازخوان‌های دوست داشته رحمان است، با جنایت خود همین رحمان قربانی سیاست‌های خردمندانه همین رحمان شد. خب دوستان عزیز، خیلی مشکل بوده است به همصحبت قطعی کامرا صحبت کردن. برای همین از همین خاطر من این دفعه برای خودم برآمد را تیار کردم و عذر میخواهم که یگان به آن نظر میافکنم و شما باشد در نوبت خود خب با کانال یوتیوبی ما پیمان ملی ابونه شوید و لایک گذاشتن رو فراموش نکنید و از همه مهم در نظر داشته باشید که همین حالا پخش مستقیم یا همزمان در کانال یوتیوبی پیمان ملی تاجیکستان و در شبکه ماهواره‌ای پیام که در تاجیکستان می شود آن رو پیدا کرد و با ما همراه شد، می توانید آن رو پیدا کنید و به آن وصل شوید. خب خیلی که در خاطر داریم در رفت موج اول کرونا ویروس، در حالی که تمام دنیا با این وبا دست و پنجه نرم میکرد، رحمان و حکومتش از وجود این بیماری در تاجیکستان اعتراف نمیکردند و در نهایت کار با باوری بنده به خاطر به دست آوردن کمک های بشردوستانه اینا اخیراً آمدن بعد خب پارلمنت رو انتخاب کردن و جلسه های پارلمنت رو گذراندن، آمدند و بیماری رو در تاجیکستان اعلام کردند.
در حالی که ویروس علاقه تعداد قابل توجه شهروندان ما رو قربانی دادیم و به ویژه کارمندان حفظ الصحت را در ولایت مخصوصا در ولایت سوغد و شهر دوشنبه زیاد از دست دادیم. خب لیکن رحمانوف در این مورد آمادگی به نوروز میدید و در نوروز خوجند خب البته که مارشروفکا ها بودند و این نوروز با دبدبه تجلیل شد، گرچنده که تمام کارشناسان بین الخلقی توصیه میدادند که به این کار دست نزنند. خب در چیز اول یعنی در موج اول کرونا ویروس سازمان جهانی بهداشت و کشورهایی که در آن این تحقیق کرده شد و خلاصه آمدن که جوانان این بیماری را به نشان به خب علامت های کسلی و بدون مشکل میگذرانند و بنده بر باوری کامل دارم که همین اشتراکداران مارشروفکا ها و اشتراکداران همین معرکه پردبدبه برندگان اساسی این بیماری شدند و خیلی که ما شاهد شدیم از همه تلفات کلان جانی را ما در ولایت سوغد دادیم و مخصوصا کارمندان حفظ الصحت که به آنها یعنی اعتراف کردن وجود این بیماری ممنوع بود و آنها مجبور بودند که با التهاب شش گفته مبارزه برند و خود را قربان همین بیماری کردند. خب و خیلی که ما در خاطر داریم رحمانوف ماه ینور بود یا فوریه اعلام کرد که او موفق شد کرونا ویروس رو مغلوب کند و تا حد من به گفتهش باورم دارم، چون که البته که این نه به مدیریت رحمانوف نه به مدیریت خوب کرونا ویروس یعنی اپیدمی سببگار شد که ما موج یکم رو پس سر کردیم، بلکه با تلفات زیاد جانی از به کفایتی خود همین مقامات ما توانستیم با تلفات زیاد جانی این موج اول رو پس سر کنیم و شاید هم اون چیزی که متخصصان میگویند یعنی خب ایمونیتت دست جمعی پیدا کردیم یا مرزها بند بودند و ما توانستیم موج اول رو پس سر کنیم و موج دوم و سوم شاید بر اثر بند بودن راهها به کشور ما نآمدند، لیکن چون ما از مهاجرت مهنتی سخت وابستگی داریم و در خب خروج موج نوبتی در روسیه حکومت فاسد تاجیکستان و روسیه راه هوایی رو باز کردند و این شتام نو بیماری شتام هندی میگویند یا بعضی دلتا کدام میگویند همون به تاجیکستان سرازیر شد و ما امروز خیلی که دیده استادید هر روز قربانی میدیم و این قربانی هایی که رسانه‌ای میشوند این چهره های سرشناس تاجیکستان. ما نمیدانیم که در دهه ها چه حالت است و چقدر قربانی ما داده استادیم. آمار البته که در این باره چون در سابق نخواهد بود و در سبب اساسی در موج یکم منکر بودن از وجود کرونا ویروس
از نگاه بنده، از نگاه دیگر کارشناسان این انتخابات پارلمانی بود و تعیین کردن وارث پرزیدنت، یعنی پسرش رو تعیین کردن وارث و نمیخواست رامونوف که این معرکه مهمش رو یک جانور میکروسکوپی یعنی خلل وارد کند و اینها ممنوع کردند ویروس رو در تاجیکستان، گفتند که تو در ما نیستی. امروز هم با آوازه هایی که میرسند، طبق آوازه هایی که در دست ما هستند، خب در 9 سپتامبر در روز استقلالیت یک تغییراتی کلیدی در حکومت تاجیکستان در نظر است و حتی حد زده می شود که رامونوف محض در این روز وارثش را یعنی خودش کنار می رود و وارث را به تخت می شناند یا به هر نوع این معرکه 30 سالگی را خیلی مهمتر از سلامتی مردم دانستند و چه با این شتام نو ویروس این شتام نو ویروس را حکم دادند که با ورزشگاهی که در آن مارشروفکا گذرانده می شود در آنجا نه خودت می درایی، یعنی با ویروس گفتن تو نه خودت حق داری به اینجا درایی نه اون جانبدارانت از حساب ژورنالیستانی که به همه جا بینی می خلانند اونها هم در اینجا رو نمی یابند. و 2 روز پیش یک روزنامه‌نگار تاجیک را که میخواست از روند همین مارشروفکا گزارش تهیه کند بازداشت کردند و برای بازپرسی به میلیسا بردند. خب در نوبت خود همه‌مان در شبکه‌های اجتماعی شاهد آن شدیم که روزنامه‌نگار شناخته تاجیک رجب میرزا به وزیر معارف تاجیکستان 5 سوال حقوقی داد و به آنها به گفت او 0 جوابی حقوقی گرفت. خب اینک ما می رویم سوی یک چیز دیگر رو در خاطر فراموش می کردم. ببینید این موج نوبتی کرونا ویروس با کدام سبب به تاجیکستان سرازیر شد؟ سازمان جوانی بهداشت و دولت‌های کمک رسان به تاجیکستان تست ها را رایگان هدیه کردند، ولی وزارت تندرستی تاجیکستان مسئولان آن این تست ها را هم خب به سودا زدند و نمیخواستند که اون مسافرانی که از روسیه و دیگر کشورها به تاجیکستان وارد میشن تست کرده شوند و یعنی خنک نظری اونها و اکنام کردن صرف کردن همین تست ها باعث شد که این موج نوبتی وزنینترین ویروس خیلی وزنینتر ویروس به تاجیکستان وارد شود. خب بنده خودم چند پیش 1 ماه یا 1.5 ماه پیش در استرالیا بودم و هنگامی از استرالیا به لهستان برگشتن من برای تشخیص یعنی برای تست کردن در اونجا رفتم و در مدت 10 دقیقه از تست گذشتم. تصور کنید تست رایگان در آنجا با تمام زبان ها مردم ها کار میکنند، یعنی اگر زبان فارسی در کار باشد آنجا زبان آدمی رو میابند که زبان فارسی بلد است، زبان دیگر همه زبان ها قریب که اونجا آدم ها هستند و او یک مرکز نیست، چندین مرکز خدمت رایگان میرسانند. و دقت کنید اگر شدو سفرت رو
خب کمی به عقب پرتویی، یعنی به روز دیگر پرتویی و اون تست کرونا ویروس هلکه چیزش رو مولت عملش به آخر رسید، میتونی نه هم پول بلیتت رو پورا برمیگردانی و باز تکرارا تست میگذرانی که هیچ کس تو را نمیپرسد که تو 2 روز پیش گذراندی نپریدی حاضر بیا پول ته. در ما البته این رو هم بیزنس کردن برای تست کردن، تستی که رایگان به دست آوردن، تست رو به مردم فروختن و این چونین با همین ببینید دولت های مردم میور که با بودجه دولتی خود آماده خریداری واکسین بودند نوبت می پویدند چون که واکسین به همه نمی رسید. لیکن تاجیکستان هنوز چند ماه پیش از سازمان جهانی بهداشت 1,000,000 دوز واکسین را دسترس کرد و باز علاوه بر این یاردم فدراسیون روسیه و جمهوری خلقی چین زیاده از 1,5 میلیون دوز واکسین را داشتیم، لیکن تا پنج شدن تا قربانی ندادیم. این واکسین هم دستنورس بود تقریبا برای مردم و با کدام سبب این دستنورس شد. بنده برانم که ما و شما همه خوب میدونیم که اینها انتظار داشتن که واقعا مردم ما به طور طبیعی این بیماری رو غلبه کرد و دیگر ما از این بیماری خلاص می شویم و اگر یک دولت در کدام گوشه دنیا، یک دولت مترقی در یک کدام گوشه دنیا بعد بار یکم واکسین زنی اگر با پول واکسین رو فروختن سر کرد، تاجیکستان می آید و از همین واکسین رایگان به دست آمده پول به درد و میان کار میکند. من بر این باورم و مطمئنم که شما هم اکثر شما هم بر این باورید و میخواستم در شرح ها فکرتان رو در این باره نویسید. چرا امین در عذر که در مساجد امین واکسین رو رایگان واکسین زنی رو برا موندن، چرا این رو نمیشد 3 ماه 4 ماه پیش که همین واکسین ها در تاجیکستان بودن برا موند و از همین قربانی هایی که امروز هم گفتیم که آوازخان محبوب تاجیک قربان شد، از این قربانی ها پیشگیری میشد. لیکن ما خواستیم از این واکسین هم پول کار کنیم و عاقبت آمدیم به این روزه که از یک طرف مردم گرفتار کرونا ویروس می شوند و البته که در وقت داشتن کرونا ویروس واکسین نزنی هم با مقصد موافق نیست. یعنی ما نتوان این به مسئولیتی جنایتکارانه شخص اول کشور و متصدیان بود که ما امروز چنین قربانی ها را داده ایستادیم. خب اکنون می آییم به پاسخ هایی که انا باز آمدیم باز به مسئولیتی اون زمانی که خب تکرار میشم اون زمانی که اجازت به کرونا ویروس نبود موج یکم، حاضرم به کرونا ویروس موج آخران هم اجازت نیست در تاجیکستان، چون که 9 سپتامبر شاید ما همون سببگار موج یکم که رستم امامعلی بود، ما باز شاید انتظار انتقال قدرت به رستم امامعلی باشیم و مردم قربانی میدیم به خاطر
به سر قدرت آمدن این جوان. اینک سوالهایی که رجب میرزا به وزیر معارف داده بود، سخنگوی وزیر معارف پاسخ داده است و کمی همین پاسخ ها رو تحلیل و بررسی میکنیم. خب بینید اینجا میگه که زیرا او یعنی رجب میرزا خوب میداند که در این گونه چاره‌بینی ها وزارت معارف و علم تنها رسالت را انجام میدهد که با درخواست نهاد تشکیل کننده چاره‌بینی تعداد معین اشتراکچیان را تامین می سازد. خب بینید در این جا ما دو اعتراف را شاهد می شویم. دو اعتراف را که ما و شما محترم بینندگان، ما و شما از ابتدا می دانستیم و می دانیم این تجربه یا این سابقه این حکومت رو، لیکن اینها آمدن اعتراف کردن. یعنی یکم اعتراف آن است که وزارت و وزیر معارف جز لختک چیز دیگر نیستند و تصمیم در دیگر نهاد گرفته می شود. خب دیگر نهاد یعنی در کجا؟ چه نهاد در رابطه ساحه معارف بالاتر از وزارت معارف است و چه کسی بالاتر در ساحه معارف بالاتر از وزیر معارف است؟ خب که این جناب روزنامه‌نگار را به گفت روزها گفته است که سوالهایت نپاید رسوند. یعنی تو ترسیدی از نهادی که باید میپرسیدی و از ما پرسیدی و سبب هم معلوم است برای چی از وزیر معارف پرسیدی. شاید کنایه‌اش از آن باشد که روزنامه‌نگار میخواهد به جای وزیر معارف شخص مورد نظر خود را تعیین کند یا با کدام کنایه دیگره گفته است که ما میدانیم چرا شما محض این سوال را به وزیر معارف دادید و به اون نهاد نه. اکنون اون نهاد را ما باید معین کنیم او کدام نهاد است. دوستان عزیز تماشابینان، شما هم در شرح ها گویید که اون نهادها کدام هستند. نخود که یا بینید وزیر معارف بلندترین نهاد است در معارف و اگر بالاتر از او باشد البته که پرزیدنت است. و آیا اینا گفتنی هستند که این یعنی رحمانوف آخران اینستانسی تصمیم گیر نیست؟ یعنی یگان چیز دیگری هست که بالای وزیران حکم دارد، یگان نهاد دیگری است که بجز پرزیدنت که بالای وزیران حکم دارد و این وزیر را مجبور کرده است که مردم را به مشرف روان کند. یا پس اون چیزی که تبلیغگران یعنی پروپاگاندیست های حکومت همیشه رد میکنند، یعنی میگویند که رحمانوف جانبدار همین دبدبه و یعنی صورتش را میمونند و همین خیلی شیرخانی او جانبدار نیست، چقدر همین منصبداران را گفته بود و خوب چیز کرده بود، لیکن اینها میآیند و چاپلوسی میکنند. پس در اینجا اگر ما به چنین خلاصه آییم که یک نهاد دیگری بالا از وزیر معارف بود است که وزیر معارف را توانست است مجبور کردن به این کار غیر قانونی که جوابهای حقوقی نداده همین خیلی بهانه ها میکوبند، پس بالا از وزیر معارف یگانه شخصی است که او را در همین وزارت تعیین کرده است. پس خود رحمانوف خب منفعت دار اول، یعنی اولین منفعت داری است که
چنین معرکه های پردبدبه و سیرخرج گذرانده شوند. اعتراف دویمش آن است که آموزگار، خواننده و دانشجو را وزارت معارف و شخص وزیر یک توده غلامان می شمارد یا یک گله پوده که تشکیل کننده کدام نهاد با وزیر معارف رزنریت که داده است که فلان مثال 20,000 سر مخلوق دوپا را به ما تامین کنید. یعنی از پوده خود 20,000 سر مخلوق دوپا یا 200,000 سر مخلوق دوپا رزنریت که قطعی وزیر معارف را حکم دادند و اون غلاموار چون خودش در نزدی همون نهادی که او را موظف کرده است غلاموار تابع است، باز از زیردستانش هم همین طلب را دارد که هیچ کس از حق خود دفاع نکند و غلاموار تابع باشند و روزنامه‌نگار را هم چیز نکنند، یعنی هنگامه نکنند از این. و تماشابینان گرامی، یعنی این دو واقعیتی که من گفتم در زندگیمان، یعنی هر یک منصبدار در رژیم موجوده نسبت زینه بالایی حاکمیت منصبدار خود را یک غلام القبر در گوش خواجه بالاگی می شمارد و من بعد زیردستانش را همین خیل غلام القبر در گوش خود می شمارد تا دروازه‌بان این کدام نهاده، تا دروازه‌بانی که نسبت کارافتادگانی که به این دروازه باید وارد شوند او نسبت اونها همچون غلامدار است و اونا را همچون غلام میفهمد و این رژیم تمام این سابقه، یعنی تمام این تجربه حکمرانی خود را از امان دربان سر کرده تا آخران وزیر حمایه میکند و ما چندین بار شاهد آن شدیم که مسئول دربان باشد، بازرسی دولتی اتومبیلی باشد، کسی نباشد، یگان جوابگری در نزد قانون ندارد، چون که تا بالا همین نظام خود را با همین نظام خود را که جاری کرده است حمایت دارد. خب در دوام پاسخش می آید مراجعت نکردن موصوف به دیگر نهاد و محض طلب کردن جواب از وزارت معارف و علم نیز سبب دارد که همگی از آن آگاه، یعنی همگی که از آن آگاه است، یعنی سبب دارد. چرا؟ حاضر امان نهاد را که این میگوید این دو نهاد میتواند باشد، یا حاضر حدس میزنیم شما هم در شرح ها همین نهاد را ما باید پیدا کنیم درباره همین کدام نهاد میرود که بالا از وزارت معارف حکم دارد بالای آموزگار و بالای دانشگاه و بالای رکتورها، و در حالی که رکتورها را نیز خود پرزیدنت تعیین میکند. این چه نهاده باشد؟ من نمیخوام باور کنم که این نهاد امنیت باشد. آن نخود وضع یتیم افتاد چنان حد خراب شده است که مسئولیت مرشراف کرم به دوش گیرد، یا این نهاد آزاده رحمان است یا کدام نهاد دیگر، یا این خود رحمانوف است که خب این سخنگوی سخن پرداز ما را به اونجا روا میکند. یعنی چی
چه نهادی؟ باید ما و شما اون نهاد رو تشخیص دهیم و پیدا کنیم. خیلی ممنون می شدم اگر شما در شرح ها از همان نهاد یاد می کردید. باز از این پاسخ می فهمیم که مارشروفکا مفهوم حقوقی نبوده. مفهوم حقوقی را پیمایی آسایشته بوده است. و اینک می خونیم طبق ماده مذکور، یعنی منظورش ماده 7 قانون جمهوری تاجیکستان درباره جوانان و سیاست دولتی جوانان، وزارت و اداره ها که به تربیه و تشکل کمالات جوانان مشغول می باشند برای تطبیق سیاست دولتی جوانان و اداره کنی این روند مسئول و وظیفه دار هستند. و ما و شما میدانیم که در مقامات تاجیکستان، در درون حکومت تاجیکستان، مفهوم های مسئول و وظیفه دار این از امان، یعنی همین مسئول و وظیفه دار، شخصی که مسئول و وظیفه دار شد، امان حکمی که بالایش شد است او از کنستیتوسیون دیگر قانون ها هم بالاتر است. یعنی مسئول و وظیفه دار یا مسئولیت و وظیفهش رو اجرا صاف دلانه و یعنی صادقانه اجرا میکند یا به جوابگری جنایی کشیده می شود. دیگر حالت نیست. یعنی از اینجا برمی آید تا چه اندازه این سفربرکنی دانشجویان و مکتب خوانان اختیاری بوده است. یعنی مسئول و وظیفه دار است. یعنی این را خیلی دقت داده است در اینجا. خب دوامش را میخونیم. در برابر این نباید فراموش نمود که اساس متدولوژی تربیه را در کشور ما تفکر نو سیاسی و فرهنگی تشکیل میدهد که ماهیت آن تحکیم استقلالیت دولتی، وحدت و خودشناسی ملی، حس وطن دوستی و وطن پرستی می باشد. ببینید، بنده چندین سال آموزگار بودم ولی این متدولوژی رو همکنون میشنوم. تفکر نو سیاسی یعنی چی؟ با تفکر کونه سیاسی گفته این سخندان چرا در نظر دارد؟ خوب منظورش چی است؟ یعنی اینها تفکر نوی را اختراع کردند که ماهیت آن تحکیم استقلالیت و وحدت و خودشناسی ملی بوده است و تا اینها ما دولت داشته ایم که با تفکر کونه استعماری و پراکندگی و وطن بدبینی حکومت می کرده است و ما در چنین دولت زندگی می زیسته ایم و اکنون ما در تفکری بسیار عجایب است. تفکر نو سیاسی این مفهوم نو در سیاست شناسی است و این رو در خاطر نگاه دارد و این رو باید در برنامه های آینده یا در دیگر جا باید کارشناسان، سیاست شناسان همین تفکر نو سیاسی رو برای ما شهروندان عادی خوب شرح دهند. در جای دیگر آمده است از این رو اشتراک خوانندگان دانشجویان در چاره‌بینی و فرهنگی یا به اصطلاح مارشروف که این سهم گذاشتن آنها در تحکیم استقلالیت دولتی، وحدت و خودشناسی ملی و گواه از داشتن حس وطن دوستی و وطن پرستی است می باشد. یعنی کسی که در مارشروفکا شرکت نکرد او بدخواه وطن است و خائن وطن. خیریت که شورای علما رو مجبور به فتوا نکردن، اگر نه مارشروفکا نبوده ها رو راست به دوزخ روان میکردن. اینا در این گونه چاره‌بینی های عمومی باز آمده است
تمام قشره‌های جامعه به طور آزاد اشتراک کرده میتوانند، چون که اشتراک در حیات سیاسی انا در کجا بوده است حیات سیاسی؟ این پارلمان نبوده است، انتخابات پارلمان نبوده است که در آنجا یگان نفر کناری رو ندیم. این انتخابات پرزیدنتی هم نبوده است فعالیت سیاسی، یعنی اشتراک در حیات سیاسی که جوان 30 ساله رو از قید نگذراندن. اشتراک در حیات سیاسی این بوده است اشتراک در مرشرافکا، هنه حیات سیاسی. اشتراک فعالانه در حیات سیاسی چه بوده است؟ به گروه حقوق و آزادی های سیاسی شهروندان داخل می شود. یک قطار سندهای معیاری حقوقی کفالت داده است، از جمله در ماده 29 کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان. یعنی اینجا مؤلف این پاسخنامه بسیار قانونها را آورده است و با استناد به قانونها و تاجیکستان و قانونهای بین المللی آورده است که شهروندان تاجیکستان آزادند که در راهپیمایی های سوشته، در تظاهرات ها، در گرد همایی و قانون درباره گرد همایی را هم مثال آورده است و ما را باور کنندنی است که تمام این معرکه های حکومتی که در تمام ناحیه ها یک و یک باره گذرانده می شوند، ناحیه و شهرها، گویا طبق همین طلبات قانونی درباره راهپیمایی و تظاهرات ها، گرد همایی ها برگزار شده است. خب بیاید پس از سابق از سابق به ما نشان دهید، برای شهروندان نشان دهید که پیش از برگزاری راهپیمایی، گرد همایی، تظاهرات چیزی نباشد، 15 روز تشکیل کننده 15 روز پیش به همان مقاماتی که در قلمروش امین معرکه گذرانیده نیست باید عریضه یا آگاهی نامه پیشنهاد کند که من با تعداد فلان نفر، من فلانی، من حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ناحیه فردوسی در فلان روز با تعداد فلان 100,000 نفر راهپیمایی آسایشته گذراندنیم و همین خیلی آگاهی نامه پیشنهاد میکند و اجازت نامه میگیرد. ولی بنده که خودم چندین بار برای تظاهرات در تاجیکستان آگاهی نامه دادم و طلب تظاهرات کردم، یگان بار جواب جواب قانع کننده یعنی جواب ها نگرفتم، ولی در مقابل من به یگان رعایت معیارهای قانون در یک روز می روند اجازت می گیرند، در حالی که 15 روز ضرور است. در یک روز اجازت می گیرند و در مرکز شهر با تشکیل کردن از اداره ها و چیزهای دولتی ضد من چندین تظاهرات ها کرده بودند و ضد حزب ما، ضد دیگر حزب های مخالف در تاجیکستان چقدر تظاهرات های کردند. و اینجا این برادر آورده است که هر یک شهروند حقوق دارد در چیز آسایشته شرکت کند و این شهروندان، این کودکان ما در گرمای تابستان در 45 درجه گرمی خرسندانه به ورزشگاه می آیند، تعطیل های خود را تعطیل نکرده می آیند و در ورزشگاه خرسندانه با خواهش خود چیز می گذرانند، مرشرافکه می گذرانند و باز در اوج ویروس نوی شتام نوی کرونا ویروس و این هم پدران و مادران اونها خرسندند و همه این کودکان خرسندند. خب شما می توانید در شرح ها همین موقع خود را معاین کنید. آیا شما باور دارید که همین اون چیزی که همین سخنگوی سخنپرداز
گفته است به حقیقت کمی هم باشد سازگار می آید. در یک جای دیگر آورده است حکومت جمهوری تاجیکستان مؤسسه‌های دولتی تعلیمی را برای تربیت شهروندان تأسیس داده. شرایط مهیا می سازد که به بیشتر سهم گرفتن عامه وسیع مردم در تدبیرهای مهم دولتی و بین المللی مساعدت نمایند. اینجا آمدیم به منت گذاری، یعنی مؤسسه های دولتی تعلیمی را صرف به خاطر تربیه نه تعلیم تأسیس دادن و باز به خاطر آن که ما اونا را تأسیس دادیم و شما آنجا رایگان میخوانید، شما وظیفه دار هستید که هر نامعقولی که ما بالایتان بار کنیم شما باید آن را با دل و جان قبول کنید و سوال نگذارید، چون که این مبلغ ها را برای ساختمان این مکتب ها ما به میراث از باباهامون گرفتیم. این به پدر و باباهای شما دخل نداشتند، یعنی این را اونها نساختند، این را ما که در سر منصب ها هستیم، ما پدران ما به ما میراث گذاشتند، ما ساختیم و شما کورنمکان امروز سوال میگذارید. شما وظیفه دار هستید، ما به شما مکتب ساختیم، ما به شما تعلیم میدیم و شما وظیفه دار هستید که هر نامعقوله ما را برداشت کنید. این چه گفتنی است در این جای این برادر ما. خب طبق طلبات سرخط سیوم قسم دوم ماده 46 قانون جمهوری تاجیکستان در باره معارف، پدر و مادر شخصان آنها را عوض کننده عهده دارند که فرزندان را در رویه انسان دوستی، وطن پرستی، نکوکاری، احترام اولیاء، زبان مادری، عنعنه‌های ملی و فرهنگی خلق خود و خلقهای دیگر، حقوق و آزادی های انسان و شهروند، رمزهای دولتی جمهوری تاجیکستان و رعایت طرز حیات سالم تربیت نمایند. در اینجا گویا پاسخ آورده است به سوال حقوقی روزنامه‌نگار که پرسان شده بود: آیا به جلب مکتب بچگان به مرشراف که یعنی اونایی که نابالغند راضیگی والدینشان را خطی شما گرفته اید؟ این یعنی باز ما را با استناد به قانون باز به همان مناسبت خواجه و غلام برمیگرداند. یعنی ما ضرورت نداریم از والدان پرسیم، این والدانند که حق ندارند حتی چنین سوالگزاری کنند. در حالت عکس ماده 307 قسم 2 آماده است، میزنیم و 5 سال این پدر از مسئولیت پدریش آزاد می شود. باز بهترین گپ در آخرش آمده است. مؤلف خوب میداند که دانشجو برای اشتراک در این گونه چاره‌بینی های سیاسی و جمهوریوی از چه امتیازی برخوردار است. انا امتیاز اساسی اگر نه پس به توجه ایشان میرسانیم که تامین با خوابگاه، نقلیات رایگان وابسته به امکانات مؤسسه های تحصیلات عالی کسبی، تامین با استیپندیا و دیگر مواد ضروری از زمره این امتیاز هاست که اشتراکچیان و دانشجویان همه ساله برخوردار میگردند. خب یعنی اون چیزی که هنوز از دوره تأسیس یافتن جمهوری شوروی تاجیکستان، یعنی دانشگاه ها، مکتب ها، استیپندیا ها، همه اون چیزی که خب دولت اجتماعی آن را همچون وظیفه در گردن خود گرفته است و از جیب همین مردم آن را تأمین می کند،
اون امتیازها را باز آورده است، منت گذاشته است. ما همین امتیازها را هر سال به دانشجویان میدیم. نمیمورند یک تابستان خود را برای استقلالیت و در گرمای تابستان و در خروج کرونا ویروس ریسک کرده جانشان رو در خطر گذاشته بیایند و چی کنند؟ مجبورن یعنی اختیاری مجبورن اختیار دارند. یا خیلی شما میفهمید. برای این بهترین گپ است. برای دانشجویانی که در مارشروفکا ها شرکت میکنند وابسته به امکانات مؤسسه های تحصیلات عالی و در جریان مارشروفکا حتما 200-300 سومونی مبلغ و همه روزه غذای رایگان داده می شود. من باور ندارم. من در تاجیکستان زندگی کردم. من از عثمان نه اومدم و من میدونم که این کودک‌ها را حتی یک بقلشکه آب نمیتیند که اینا در همون گرما آب بخورن. چه رسد به خوراک و چه رسد به همون 200-300 سوم. و اگر چنین هم باشد، خب اگر چنین هم باشد، پس این چوربینی ها از روزی تشبس برگزاری تا پس سر کردن این چوربینی این خزینه داشته است. و چرا شهروندان حق نداشتند با همین بودجه همین معرکه به طور شفاف از طریق اینترنت آگاه شوند که چقدر مبلغ از روز یکم، یعنی اون 200 سومی و 300 سومی با مارشروفکا و 3 وقت خوراک با اونو میدید و او خوابگاه و او نقلیات و همه چیزی که مصرفایی که است و آنی که به اینها میرسد و آنی که مسئولان شما میدزدند 2 برابر آن، همه این را شفاف کرده به مردم پیشکش کنید که چقدر همین 200 سوم 300 سوم و همین بید و همین ها چقدر در طول 1 ماه در طول 2 ماه در مجموع چقدر مبلغ را تشکیل میکنند. علاوه بر این باز آمده است. علاوه بر این تجربه نشان میدهد و خود دانشجویان این را هم درک می نمایند که برای اشتراکشان در چوربینی های فرهنگی به اصطلاح مارشروفکا به آنها در سیسیه های جاری امتیازها داده می شود. آفرین. از جمله چنین دانشجویان در حالت از امتحانها قرضدار شدن از پرداخت مبلغ کردیت آزاد کرده می شوند. خب این بهترین امتیاز، یگانه امتیازی که به خاطر امین دانشجویان را غلام خود کردند. به خاطر امین امتیاز غلام خود کردند. و تصور کنید که پگاه یک طبیبی که از همین امتیاز برخوردار بود در وقت دانشجوییش، یک بیسواد و او که خیلی گپ درا بود، همین طبیب بیسواد، دانشجوی بیسواد و طبیب بیسواد شد. پگاه می آید در یک کلینیک جمهوریوی صاحب جای کار می شود و آن دانشجویی که در چین، در قرقیزستان، در روسیه دانشگاه خب طبی بین الخلقی رو ختم کرده است، می آید و در تاجیکستان جای کار پیدا نمی کند. ولی اینه که در همه چوربینی های سیاسی فعالانه شرکت کرد و سواد دارد ندارد، می آید و ما و شما را جراحی می کند. همین دانشجویی که از همین امتیاز برخوردار بود و یا همین دانشجویی که از همین امتیاز برخوردار بود می آید و پگاه به فرزندان ما در دانشگاه یا در مکتب درس می گیرد. و چی نتیجه می گیریم؟
خودتان قضاوت کنید. در شرح او می توانید در این باره هم فکرتان رو ابراز نمایید. خب و آخران ادعایی که این سخنگو کرده است، یگان نفر را برای سرکشی از مارشروفکا از دانشگاه نراندند و اگر چیز مثال داشته باشید، یعنی حالت داشته باشید، به ما اون را نویسید. خب معلوم است که تا به این حد هیچ دانشجوی تا به این حد احمق هنوز نشده است که روی راست بیاید و سرکشی کند از مارشروفکا. البته که معلوم است که او از روز دیگر از دانشگاه خارج می شود و آیا شما باور دارید که اگر خدای نخواسته پگاه یک دانشجوی پیدا شود، دانشجوی واقعی پیدا شود که دانش دارد، به دانش خود اعتماد دارد، اعتماد به نفس دارد و میداند که او به امتیازهای پیشنهاد کرده اینها امتحانهایش را با بهای خوب و عالی میسپارد، آیا همین خیلی دانشجو، البته چنین دانشجو ما کم داریم، لیکن اگر داشته باشه مو بیاید و سرکشی از شرکت در چنین معرکه کند، آیا او را امکان است که او از دانشگاه خارج نشود؟ این را شما میتوانید در شرح اون نویسید. خب بینید هنوز در دوران شوروی با اعلان بازسازی تشخیص داده شد که ضعف اساسی مکتب و معارف، یعنی ضرر اساسی که مکتب و معارف در دوره شوروی دیده است، از حد سیاسی شدن این مؤسسه های تعلیمی بودند. یعنی استفاده بردن مؤسسه های تعلیمی همچون ابزار سیاسی و آمدن در هنوز تاجیکستان که صاحب استقلال نبود، قانون های قبول شدن که در سطح اتحاد شوروی که در مکتب ها تشکیل کردن ساختارهای حزبی و سیاسی ممنوع اعلان شد و امروز در تاجیکستان با همان سابقه هنوز هم این ممنوع است. ولی من در چند مکتب کار کردم، در همش سازمانهای ابتدایی حزب خلقی دموکراتی البته که عمل میکرد. خب یعنی امروز از دوره شوروی دیده بدتر مکتب رو در به مقصدهای به غرضهای سیاسی این مقامات استفاده میبرد و این محض همین از همه بدترین ضربه است به معارف تاجیکستان. و ضربه دومی که به معارف تاجیکستان شد این از مکتب راندن معلمای صلح خورده بود که این صدمه جبران ناپذیر است، چون که همه میدانیم که دانشگاه ها چه خیل دانش میدن. معلم را در مکتب تربیت میکردیم. معلم نو جوان دانشجویی که نو از دانشگاه آمده است به مکتب، اون معلم در مکتب می شود و در مکتب از معلم هایی که تجربه بالاتر دارند، یعنی به گفت روسا преемственность поколений، ما آمدیم و همین را چه در معارف چه در حفظ الصحت همین преемственность поколений گفتن گپ را بریده پرتافتیم و ما این جنایت نابخشیدنی است برای وزارت معارف. البته که در دوره وزیری همین وزیر این نبود، ولی این یک صدمه مرگبار برای معارف و حفظ الصحت و دیگر سوها
که آمدند و گفتند که به جوانا جای خالی کنید و اون جوانا رو با تقابازی به کار قبول کردم. و امروز ما دچار یک روز من در چیزم گفتم، در این خیلی برنامه هم گفتم که ما دچار سلکسیون منفی در همه ساحه‌ها شدیم. سلکسیون منفی در بیولوژی میگویند یعنی یک خب نسل آینده از نسل پیش صفتش پستر می شود. هر روز صفت پستر می شود. خب روز 16 همین ماه ایول وزارت معارف نشست مطبوعاتی رو دایر می کند و من امید دارم که وزیر معارف اخیراً به این سوالهای حقوقی پاسخهای حقوقی میدهد. این خیلی نه که شما معاش میگیرید وظیفه دارید، شما در اینجا میخوانید وظیفه دارید، نه، جواب حقوقی به سوالهای حقوقی دهد. و یک چند سوال رو من همینجا خب مثال یک سوال من همینجا اعلام میکنم که همین وزارت مسئولیت تعمیر صنفخانه ها را از دوش رهبران صنف میگیرد تا که پول جمع کنی به خاطر تعمیر صنفخانه ها از بین رود. کی عبور کنی اجباری خوانندگان و آموزگاران خاتمه بخشیده می شود و بجز عبور پولی باز چقدر کینو و تئاتر و حتی با بازی فوتبال هم اجباراً خوانندگان رو می بردن. کی از این تجربه ها خودداری کرده می شود و شما هم تماشاگران محترم می خواستم که در زیر سوالهای خود را با وزیر معارف نویسید. شما چه سوال می دادید به وزیر معارف اگر امکان می داشتید در همین نشست مطبوعاتی شرکت کردن؟ خب با همین برنامه نوبتی ما به پایان می رسد. خدا یار و مددگار همه ما و شما باشد.